اینجا صحرای آفریقا است. 100 روز پیش هیچ چیزی جز یک قبرستان نبود، اما با گذشت زمان به یکی از مقاومترین اکوسیستم های سیاره ما تبدیل شد. اما جایی که زندگی هست همیشه مرگ هم هست. آیا زندگی میتونه توی 100 روز به تعادل برسه یا به مرگ محکوم میشه؟ خب برای فهمیدنش باید برگردیم به روز اول. یه مخزن، تعداد زیادی لوازم و چند تایی کاکتوس نیاز داریم. بعد از ساختن چند لایه بستر عمیق و گذاشتن سنگا شروع کردم به کاشتن. اما درختای اینجا پوشیده از خار با تیغه های سمی هستن. اینا بیرون نمیان. بعد از یه دوره عفونت مخزن کامل میشه. این قرار پایه و اساس شروع یه اکوسیستم باشه. برای شروع از سوسکای تاریک استفاده میکنیم که فوق‌العاده قدرتمند. در طول روز اونا دنبال پناهگاهی میگشتن که از گرمای بیابون در امان باشن، ولی همشون نتونستن موفق باشن. اونایی که تونسته بودن زیر زمین پناه بگیرن منتظر تاریکی شب شدن.